سرخط خبرهای مهم. نارسایی متخصصان در ساختارهای دولتی تاجیکستان. قدرت‌های جهانی خواستار قطع فوری جنگ در غزه شدند و باز 2 نورس را از مادر گرفته به اینترنت سپردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز سه‌شنبه 22 ایول. در 6 ماه اول سال 2025 تشکیلات و اداره‌های دولتی تاجیکستان به 4102 کارگر نارسایی داشتند. در این باره الیاس ادریس‌زاده، دیرکتور اژانسی خدمات دولتی تاجیکستان، روز 21 ایول در نشست خبری اطلاع داد. با گفته او به حساب میانه امروز به هر یک منصب خالی 0.6 داوطلب راست میآید. ادریس‌زاده اعتراف کرد که حالت‌های در یک منصب زیاد کار کردن برخی منصبداران جای دارند، اما تاکید کرد که این به نارسایی کادری به خصوص کادرهای با تخصص وابسته است. به گفته او خدمتچیان دولتی با آزمون به کار قبول شده باید سندهای معیاری حقوقی را دانند، زباندان باشند، با کامپیوتر کار کرده توانند و تاریخ و فرهنگ ملی را خوب دانند. صحبت دیرکتور اژانسی در حالی است که سالهای اخیر نه تنها کارخانه‌های دولتی برخی از شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی هم با کمبود کارگر مواجهند. در این زمان شمار بیکاران هم در کشور زیاد بوده، شهروندان زیادی برای دریافت کار به روسیه و دیگر کشورها می روند. مقامات برای تأمین ساکنان با شغل هر چند وقت یارمارکه‌های جاهای کاری تشکیل می کنند، اما کارجویان می گویند به دلیل کم بودن معاش توجه زیاد ندارند. با قرار دادگاه باز 2 نورس را در شهر دوشنبه از مادرشان گرفته به مکتب اینترنت دادند. رئیست کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر گفت شهروند تقای و ام که مادر 2 کودک خردسال است فرزندانش را به طلبندگی و آواره‌گردی مجبور می‌کرد و از این حساب منفعت پولی به دست می آورد. نظر مادر نابالغان به حرفهای مقامات معلوم نیست. این بار اول نیست که در دوشنبه فرزندان را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنت دولتی می دهند. ماه ایون امسال 2 نورس را از مادرشان جدا کرده به اینترنت دادند. مقامات اون وقت گفتند که 2 نورس از سوی مادرشان که زندگی ناسالم داشت همیشه مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. کودکس ولایت تاجیکستان به مقامات اجازت می دهد که در صورتی از عهده تربیت فرزندان نبرآمدن والدین کودکان را از آنها گرفته به مؤسسه های دولتی دهند. در این حالت والدین از حق پدر و مادری پورا محروم کردن نمی شوند. مسئولین وزارت فرهنگ میگویند از جانب آنها و گروه کاری برای پیشگیری حقوق بیانکنی هنرمندان غیر کسبی و بلوگران دستور عمل تهیه شده است و حالا در بررسی قرار دارد. مسئولین وزارت فرهنگ گفتند با قانون درباره اطلاعاتی و قانون نوی واسطه اخبار عامه بند پیشنهاد کردند که با فعالیت بلوگران دخل دارد، اما محتوای این بند آشکار کرده نشده است. بختیار حمداموف مشاور وزیر فرهنگ در بخش اطلاعات گفت از بس که بیشتر بلوگران سواد کافی ندارند و معیار زبان را نمیدارند، جاری نمودن محدودیت به فعالیت آنها میتواند باعث از فعالیت دست کشیدن اکثر آنها گردد. از این رو در این سمت احتیاطکارانه فعالیت ادامه دارد. دعوت‌ها برای تنظیم کار بلوگران در دایره قانون علیحده چند سال است که صدا می‌دهد. فعالیت برخی بلوگران در تاجیکستان پیوسته تنقید و در اکثر حالت به زبان کاسته و محتوای خراب آنها ایراد گرفته می‌شود. در برابر این وزارت کارهای داخلی سالهای اخیر از بازداشت و مجازات بلوگران با جرم رعایت نکردن ارزش‌های ملی خبرها نشر می‌کند. در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان نزدیک 800,000 سیاح خارجی آمده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 181,000 نفر زیاد بوده است. بعضی از فعالان ساحه میگویند امکانیت‌های سیاحی کشور پورا استفاده نشده است. همکار ما از ساکنان در ولایت ختلان پرسید که برای آنکه سیاحان بیشتر به تاجیکستان بیایند چی باید کرد؟ کدام مشکلات در این ساحه وجود دارد؟ پاسخ ساکنان را با هم می‌بینیم. پیشنهاد من برای جلب کردن توریست ها این و فکر من توزیع آزاده نگاه داشتن اول و مدنیت بلند ما و برای توریست ها اینچنین از نگاه من تنقیص صفت پستر اینترنت است. امکانیت های یعنی که سیاحی در ناحیه نورآباد یعنی که در منطقه رشت روز تا روز خیلی رشد کرده ایستاده است.
یعنی که بسیار جایهای تاریخی ما داریم، مثال قلعه ها داریم، جایهایی که نو ساخته شده است، یعنی که سیاحان میبینن و با اونجا میروند و از زیبایی این یک گوشه دیار که تاجیکستان عزیزمون که بهره‌ور میشوند. برای باز هم بیشتر رشد کردن و جلب کردن سیاحان میباید بعضی کارها را انجام داد. از جمله مثلا وقتی ما با چند از سیاح‌های حتی داخلی و همسایه کشورها هم صحبت شدیم، از نبودن حاجتخانه‌های سری راهی نگران کردند. از جمله مثلا گفتن که ما وقتی که از شهر دوشنبه به شهر حاضر گلستان سابق قیراقم ولایت سوغد رفتیم و همین ناراحت شدیم که مثلا یک حاجتخانه به طلبات جوابگوی سری راهی را گفتیم نیافتیم. در تاجیکستان ساحه توریسم خیلی رشد کرده است، ولی خبرهایی که میخونیم دلیل گفته هاست که تا اندازه بعضی کمبودی های در این زمینه جای دارد. دیگر اینکه مثلا خریطه آنلاینی ما امروز در تلفنی همراهی همه این پیوست است و بعضی از شهر و ناحیه ها جماعت هایی که یا دیگر منطقه هایی که سیاحان میخواهند روند در آن خریطه با نام های کهنه‌اش مثلا ثبت نام شده است و بعد آن که نامگذاری ها تغییر خوردن یا نامشان عوض کرده شد، نام نوی آنها را جستن مشکل است. البته ما بسیار شاهد میشویم که چون در سراشان راسته آهنگران است و همه روزه کار کرده میستند و کارد میسازند، اکثرا در ماه 2 بار 3 بار ما ببینیم که اتوبوس که وقتی مردمی خارجی از اونجا دیدن میکنن، رسم میگیرن، خریداری میکنن. مسئله سستی اینترنت این مشکلی اساسی نه تنها برای توریستان، برای خود ما ساکنان هم هست و آنها این چیزا البته هر زمان میگویند که وقتی که ما میخواهیم که مثلا امون جاهای استراحت کرده خودمون در پروفیل های خودمون در شبکه‌های اجتماعی پهن کنیم، اینترنت در اکثر جا کاملا قطع می شود، در مرکز ها بسیار به سرعت سست کار می کند و این چیز می تواند برای کم شدن سیاحان، چون که آنها در زمان معاصر عصر اطلاعاتی و تکنیکی می خواهند که همیشه آنلاین باشند. بریتانیا کبیر و بیش از 20 کشور دیگر روز دوشنبه خواستار قطع فوری جنگ در غزه شدند. ما از جانب‌های درگیر و جامعه بین‌المللی دعوت می‌کنیم که متحد شوند و به این مناقشه دهشتبار توسط آتش‌بس فوری خاتمه دهند. گفته شده است در بیانیه یکجایی وزیران کارهای خارجه بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، کانادا، دانیا و دیگر دولت‌های غربی که در لندن قبول شد. در بیانیه ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه از جانب حکومت اسرائیل تنقید شده آن خطرناک، مساعد و بی‌ثباتی و محروم کردن ساکنان غزه از شأن و شرف انسانی خود ارزیابی شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس و سازمان‌های همپیمانی آن به اسرائیل حمله کرده 1200 نفر را کشتند و بیش از 250 تن را به گرو گرفتند. امریکا و اروپا حماس را گروه تروریستی می‌خوانند. بنا به معلومات اخیر در حمله‌های اسرائیل به غزه در 1 سال و 9 ماه گذشته بیش از 56,000 نفر کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان میباشند. تلاش‌ها برای آتش‌بس دائمی و برقراری صلح در غزه تا کنون بی نتیجه بوده است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. 22 июли соли 2012 мақомот ба таҳқиқи қатли генерал Абдулло Назаров сардори раёсати кумитаи амнияти миллӣ пардохтанд ки шаби аз он пеш кушта шуд. нирӯҳои низомӣ аз душанбе ба Хорух сафарбар шуда талаб карданд ки фармондеҳони саҳроии пешин ки дар як қатор ҷиноятҳо аз ҷумла қатли Назаров муттаҳам мешуданд ба онҳо супурда шаванд. худи ин раҳбарон амалиёти вижаро намоиши нирӯ аз тарафи ҳукумат номиданд. дар амалиёти Хорух 23 низомӣ ва 21 шаҳрванди мулкӣ кушта шуд. 22 июли соли 2018
دختری مهاجران تاجیک هویدو تلوزاده 5 ساله در شهر سیرپ و خواه روسیه تجاوز و بعداً کشته شد. قتل وحشیانه کودک مورد محکومیت مقامات و فعالان حقوق در روسیه و تاجیکستان گردید. تلاش‌های جزا دادن گمانبر اصلی کشتاری و الکساندر سیومین هنوز نتیجه نداده است. 22 ایول سال 1989 با تلاش‌های روشنفکران و فعالان دموکراتی در تاجیکستان شوروی زبان تاجیکی دولتی شد. تا سال 2009 این روز به حیث عید زبان تجلیل می شد، ولی پارلمان تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 طرح نو قانونی زبان را تصویب و روز عید زبان را نیز به 5 اکتبر کوچاند. صبح امروز بانک ملی غربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 122 سومونی، 100 یورو به 1111 سومونی و 100 دلار باشد 958 سومونی مقرر شده است. بیننده های عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبان.